استوانه گلی به خط میخی که به فرمان کوروش کبیر نوشته شده، مهمترین نماد تساهل مذهبی و احترام به فرهنگ‌های گوناگون در جهان کهن است. منم کوروش، شاه 4 گوشه جهان. من در اندیشه ایمنی شهر بابل و مکانهای مقدسش بودم. من آرام کردم رنجهای مردم بابل را و گسستم زنجیرهای اسارت ایشان را. به واسطه همین استوانه گلی است که جهان کوروش کبیر را می ستاید و او را فرماندهی اندیشه ورز می شناسد. اما این استوانه تنها بخشی از میراث گران ارج اوست. در بیش از 2500 سال پیش کوروش کبیر یکی از زیباترین و استثنایی ترین پایتخت‌های جهان را ساخت و از آن بر بیش از نیمی از جهان شناخته شده روزگارش فرمان راند. پایتخت وی پاسارگاد نامیده میشد. اینجا در پاسارگاد بود که برای نخستین بار در جهان نقشه ساخت باغی عظیم به نام پریدیسا به اجرا درآمد. این واژه دلانگیز ایرانی پریدیسا به معنای باغ زیبا و آراسته را زبانهای یونانی و لاتین وام گرفتند و امروزه در همه زبانهای زنده جهان به معنی بهشت به کار می رود. پردیس، پارادایز و فردوس. اما از شهر بهشتی کوروش پس از 25 قرن امروز جز ویرانه‌های چند چیزی بر جای نمانده است. با این همه به یاری کاوش‌های باستان شناختی پروفسور دیوید استروناخ میان سالهای 1961 تا 1963 و نیز پژوهش‌های مدرن ژئومگنتیک که توسط گروه مشترک دانشمندان ایرانی و فرانسوی اجرا شده، می‌توانیم پاسارگاد را به گونه‌ای که تاکنون امکان پذیر نبوده است ببینیم. برای پر کردن کمبودها خوشبختانه می توانیم از دیگر یادگار هخامنشیان یعنی تخت جمشید سود بجوییم که برای ساخت آن از معماری پاسارگاد الگو برداری شده است. افزون بر آن آثار به جا مانده از هخامنشیان در موزه‌های مختلف جهان را نیز برای پر کردن کمبودها راهنما و الگو قرار داده‌ایم. اینها بر روی هم ما را توان می‌دهند تا پاسارگاد، مجموعه‌ای را که به عنوان میراث بشری شناخته شده است، با بناها و باغ‌های سرسبز خرمش هنگامی که شکوهمند و سرفراز بود از نو بیاوریم. شکوه پاسارگاد، تختگاه کوروش کبیر. تاریخ ایران با پرسشی بنیادین آغاز می شود. ایرانیان کیستند؟ ایرانیان شاخه‌ای از مردمان هند اروپایی بودند که در دشت‌های اوراسیا می‌زیستند. نزدیک به 5000 سال پیش این مردمان با رام کردن اسب
تغییری بنیادین در حمل و نقل و اصول جنگاوری ایجاد کردند. به کارگیری اسب آنان را توان داد با سرعت بیشتری سفر کنند و سرانجام نیز در سرزمین‌های دوردستی چون اروپا، شمال هندوستان و ایران ساکن شدند. دو شاخه از هند اروپاییان به فلات ایران آمدند. مادها در شمال غربی ایران مستقر شدند و پارس‌ها به بخش‌های مرکزی و جنوبی رفتند. اما اتحاد فرخنده پارس‌ها و مادها بود که مسیر تاریخ را در جهان کهن تغییر داد. کسی که این دو قبیله را متحد کرد کوروش بود که در کوتاه مدتی به کوروش کبیر نامدار شد. انسانیت سرشار او قلب‌ها را تسخیر کرد و اراده و شجاعتش الهام بخش ملت‌ها گشت. اتحاد پارس و ماد به زودی آنان را از سایه قدرت‌های بزرگ زمانه بیرون کشید، به طوری که ظرف 11 سال امپراتوری پهناوری بنیاد کردند که بزرگترین امپراتوری بود که جهان تا آن روزگار به یاد داشت. کوروش که بینشی بس فراتر از روزگاران خویش داشت، آزادی مذاهب و فرهنگ‌های گوناگون در جامعه را بنیاد امپراتوری نامدار خویش ساخت. در این راستا استوانه مشهورش که در بابل یافت شد و اینک در موزه بریتانیا نگهداری می شود، از نظر دانشوران بسیاری نخستین اعلامیه حقوق بشر به شمار می آید. متن ثبت شده بر استوانه کوروش پس از فتح بابل به فرمان خود وی در 539 قبل از میلاد نوشته شد. وی در آغاز شرح می دهد که چگونه به فتح بابل نائل گشت و سپس روشن می سازد مردمی که شاه بابل بخت و نصر اسیر کرده و از سرزمین مادریشان به بابل آورده آزادند که به سرزمین‌هایشان بازگردند. تاریخ پر از گفتار پادشاهان. همه میگن که چگونه بر مردمان دیگه پیروز شد. همه به تفصیل شرح میدن که چگونه دیگر شهرها رو برانداختند و با خاک یکسان کردند. اما فقط یک شاه در تاریخ هست، کوروش، که میگه اسیران رو آزاد کرده تا به میهن خودشون بازگردن. در جمع اسیران بابل یهودیان نیز بودند. استوانه کوروش دو موضوع رو به خوبی روشن میکنه. یک، اثبات میکنه که کوروش فرمانروایی روشنبین و مهربان بوده و پیروزی نظامی رو فرصتی برای تجاوز، دزدی و سوء استفاده های دیگر نمیدونسته، کاری که در دنیای قدیم و جدید سپاهیان پیروز به اون دست زدند. دو، سیمایی که مطالب استوانه از کوروش ترسیم میکنه همسان است با مطالب تورات. کو امر ادونای لمشیخو لکورش اشر هخزکتی بیمینو لرد لفناو گوییم. Cyrus introduced in the Bible. کوروش تنها پادشاه غیر یهودیه که خداوند در تورات به ویژه در کتاب اشعیا نبی به او لقب شبان من و مسیح من میده. این القاب برای پادشاهی خارجی بسیار مثبته و در سراسر تورات نظیر نداره. Thus the Lord
خداوند به مسیح خویش یعنی کوروش که دست راست او را گرفت تا به حضور وی امتها را مغلوب سازد، کمرهای پادشاهان را بگشاید، درها را به حضور وی مفتوح نماید، چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید، جاهای ناهموار را هموار خواهم ساخت، درهای برنجین را شکسته، پشتبندهای آهنین را خواهم برید و گنجهای ظلمت و خزائن مخفی را به تو خواهم بخشید. باید گفت تنها قوم یهود نیست که کوروش رو بزرگ و محترم میپنداره. مدارک محدود باقی مانده اثبات میکنه که کوروش نسبت به همه اقوام خیرخواه و نیکی رسان بوده. در واقع کوروش بنیادگذار نخستین جامعه چند نژادی، چند فرهنگی و چند مذهبی در جهان بود. میدونیم که کوروش یهودیان رو از اسارت در بابل آزاد کرد تا به سرزمین خودشون برگردن، ولی این تنها نمونه چنین رفتاری نبود. با سازی معبد حضرت سلیمان در اورشلیم به دست عزرا و نهمیا فرستادگان شاه ایران هم یک نمونه دیگه است و این کمک ها در خیلی جاهای دیگه هم انجام شد، در مصر، در بابل و در شهرهای یونانی آسیای صغیر. این نخستین نمونه آزادی دینی در سطح بین المللی در تاریخ بشره. شاهان پارس بیشک به باغ و حفظ طبیعت علاقه ویژه‌ای داشتند. این امر در نقشه خارق العاده کوروش برای پایتختش پاسارگاد بیش از پیش آشکار می شود. در پژوهش‌های ژئومگنتیک که اخیراً توسط دانشمندان ایرانی و فرانسوی به سرپرستی دکتر رمی بوشارلا به اجرا درآمده، بخشی از نقشه ویژه شهر پاسارگاد نشان داده شده است. این نقشه برداری که 45 هکتار از 300 هکتار کل مساحت مجموعه رو پوشش داده، در طی 6 فصل کاری انجام شد که هر فصل از 3 تا 4 هفته به درازا کشید. یافته های ما آشکار میکنن که در پیرامون مجموعه عظیم پاسارگاد برج و بارو و استحکامات نظامی ساخته نشده بوده. پایتختی بی استحکامات نظامی در جهان باستان بی سابقه و یگانه بوده است. بابل و تخت جمشید برای نمونه دارای استحکامات بودند. شهر دایره شکل اردشیر بنیادگذار خاندان ساسانی نه تنها یک که 3 لایه دیوار دفاعی داشت. شهر مشهور بم نیز نمونه دیگری از شهرهای دارای استحکامات فشرده دفاعی است. پس چرا پاسارگاد اینسان متفاوت بود؟ اولا تا دروازه نشانی از تدبیرهای استحفاظی نبوده و دیوار هم نقشی بیشتر از نرده نداشته. اون هم برای مشخص کردن حدود این مجموعه باز و مهمان نواز بوده. کوروش با حذف نقش دفاعی شاید خواسته بوده 2 چیز رو به نمایش بگذاره: قدرت امپراتوری خودش رو که در اون به پادگانهای دفاعی نیازی نبوده و نیکخواهی فرمانروا رو که به جای دور کردن مردم از خانه‌اش به آنها خوش آمد هم میگفته. این موضوع چه چیزی رو به ما نشون میده؟ نشون میده که استحکامات دفاعی وجود نداشته، خاص بر این بوده که همه اونجا رو ببینن و تحسین کنن و این فکر دسترسی آزاد برای همه هم بسیار فکر عمیقی بوده، یعنی که بهشت به همه تعلق داره. راه ورود به این مجموعه 300 هکتاری از رهگذر این دروازه ورودی میسر می شده که بنایی مستطیل شکل و آزاد و باشکوه بوده است.
در یک سوی آن مجسمه گاوهای بالدار و در سوی دیگرش پیکره گاوهایی با سر انسانی قرار داشته است. امروزه شکوه این سازه سرافراز به دلیل وقوع زمین لرزه ها، باران و گرما و سرماهای شدید به کلی از میان رفته و فقط پایه ستونها باقی مانده است. با این همه اندازه عظیم این پایه ستونها که نزدیک به 2 متر در 2 متر است، گویای آن است که این ستونها سقف بلند و عظیمی را بر پا نگاه می داشتند. این سقف در واقع از همه سقف‌های دیگر ساختمان‌های این مجموعه بلندتر بوده. حدود 16 متر بلندا داشته و هر کس رو که از طریق این ورودی زیبا وارد پایتخت کوروش می‌شده غرق حیرت می‌کرده است. به دلیل اینکه همیشه فضای ورودی فضای مقدسی بوده، کاخ ورودی حتماً سمبول‌های مقدس درش دیده می‌شده. اینجا هم ما شاهد انسان بالدار هستیم، نقشی که استثناست در فرهنگ ما برای اینکه ارزش‌های فرهنگ‌های مختلف جهان را در کنار هم جمع آورده. این نقش برجسته شخصی را با جامه ایلامی و ریشی کوتاه نشان می‌دهد که کلاهی با 2 شاخ را بر سر دارد. بالای این نقش برجسته یک نوشته به 3 زبان ایلامی، پارسی باستان و بابلی موجود بوده که متاسفانه اکنون از بین رفته و در اون به هر 3 زبان نوشته شده بود: من کوروش پادشاه هخامنشی هستم. احتمالاً این نوشته رو در زمان داریوش اضافه کرده بودند، زیرا خط میخی پارسی باستان در زمان داریوش اختراع میشه. بدین ترتیب بسیاری از دانشوران بر این عقیده‌اند که این نقش برجسته در واقع کوروش کبیر را نشان می‌دهد. ابوالکلام آزاد، وزیر فرهنگ هندوستان در زمان حیات مهاتما گاندی، بر این باور بود که این تصویر همان ذوالقرنین است، کسی که کلاه 2 شاخ بر سر دارد و در قرآن مجید به آن اشاره شده است. مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان او هم صحه گذاشت بر تطابق کوروش و ذوالقرنین. خود اعمال کوروش، شخصیت کوروش و پیامی که با خودش میاره، همه اینها نشون دهنده این هست که او یک مقام قدسی هم داشته، فقط مقام سلطنت نبوده، فقط مقام فرماندهی نبوده و این کوروش پل ارتباطی است بین فرهنگ ملی ایران و اسلام، به این دلیل که کوروش همون ذوالقرنین قرآنه. بخش بیرونی این دروازه ورودی بلند که نقش برجسته کوروش را در دل دارد، با پیکره گاوهایی با سر انسان آراسته شده بود. تأکیدی بر این موضوع که این دروازه الگوی اصلی برای ساخت دروازه ملل در تخت جمشید بوده است. برای آگاه ساختن مأموران از حضور یا حرکت مقامات برجسته در چنین مجتمع پهناوری شاید نیاز بوده است که از شیپور یا کرنا استفاده کنند.
اصولاً از شیپور برای ارتباطات استفاده بسیاری می شده. شیپور صدای بلندی داره و با اون میشه نشانه های صوتی مختلفی ارسال کرد. این شیپور که دست منه با اون که نصف شیپورهای مدرنه، همونطور که خواهید دید صدای واضح و رسایی داره. کوروش باغ‌های بهشتیش را به طرزی طراحی کرده بود تا نه تنها چشم‌ها را بنوازند، بلکه با صدای دلکش آب روان گوش را نیز نوازش دهند. در نتیجه هر دیدار کننده‌ای که از دروازه ورودی می‌گذشت و گام به درون این مجتمع می‌نهاد، با دریاچه زیبا و جوی‌هایی از سنگ سپید روبرو می‌شد که آب در آن زمزمه ها داشت. در سال 2008 متوجه شدیم که سر و ته این بخش پهن جویبار با سد یا آببندهایی بسته می شده که بدین ترتیب یک دریاچه مصنوعی پدید می آمده که چند سرریزم داشته تا جریان آب رو کنترل کنه. در نتیجه جویبار به دریاچه مصنوعی جذابی تبدیل می شده که 200 متر طول و 1.5 متر هم ژرفا داشته. این دریاچه حیرت انگیز در واقع بسیار نزدیک به کاخ بارعام قرار داشته. تنها ستون سالم در کل مجموعه پاسارگاد در اینجا قرار دارد، در تالار بارعام، جایی که برای دیدارهای کوروش و درباریانش با مهمانان، هدیه آورندگان و رعایا ساخته شده بود. شوربختانه نقش برجسته هدیه آورندگان در این قصر به شدت آسیب دیده است. البته بهترین تصویر هدیه آورندگان به دربار هخامنشی را در ایوان شرقی کاخ آپادانا در تخت جمشید میتوان دید که با نقش برجسته های شگرف 23 گروه هدیه آور از سراسر امپراتوری آراسته شده است. اما آیا از این هدیه‌های ارزشمند که بر دیوارهای آپادانا نقش شده‌اند چیزی هم در پاسارگاد یافت شده است؟ در آخرین روز آخرین فصل حفاری چشمم به کوزه شکسته افتاد که نیمش بیرون اومده و داخلش پر از خاک بود. به سرعت مشغول بیرون کشیدن کوزه از زمین شدم.